دختر مژده جمالزاده به دنیا آمد. اما پدر این طفل کی می باشد؟ عقیده مژده جمالزاده برای ازدواج چیست؟ دلیل دوری مژده جمالزاده از پرده رسانه ها چی بوده است؟ و اشتراک مژده جمالزاده در بزرگترین جشنواره های فیلم هالیوود و نقش بازی کردن مژده جمالزاده در فیلم های امریکایی. من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. مژده جمالزاده هنرمند خوش صدا، نام آشنا و محبوب افغانستان است. مژده در سال 2008 با سرودن آهنگ دوگانه با حبیب قادری در راه هنر موسیقی قدم گذاشت. آهنگ‌های مژده جمالزاده گاه میهنی ولی گاه عاشقانه هم می‌سراید که مورد حمایت و استقبال گرم مردم و علاقه‌مندانشان قرار می‌گیرد. مژده جمالزاده بزرگ شده کشور کانادا ولی در اصل از ولایت هرات باستان افغانستان می باشد. وی در رشته روانشناسی تا سطح دکترا تحصیل کرده است. جدیداً مژده جمالزاده در تازه ترین برنامه‌اش با حفیظ محمدی بیان کرده است که من عقیده برای ازدواج ندارم. ازدواج کردن به معنی این است که در بند زندان کسی باشید. ولی تصاویر تازه مژده جمالزاده این روزا در صفحات مجازی غوغا برپا کرده است. وی طفل را بر آغوش دارد و بیان کرده این طفل من است. اما جالب اینجاست شوهر مژده جمالزاده کی می باشد؟ این طفل از کیست؟ شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. قرار است مژده جمالزاده فیلم های امریکاییش تا 2 ماه دیگر در بازار هنر سینمای امریکا نشر شود. ولی من آرزوی سلامتی، کامیابی و موفقیت برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان خواهانم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستداران مژده جمالزاده به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.